میرم سفر مواظب خودت باش، گریه نکن بمون و منتظر باش. اخبار ساعت 21. همزبان با سفر امام خامنه‌ای به کرمانشاه، امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را ول و له کردند. چی شد؟ آقا این خیلی اتفاقی بود. واقعا من خودم نفهمیدم. یعنی عظما رو ول کردن و لهش کردن. یعنی چی؟ ای توف این زندگی، توف این عشق، توف این دلتنگی، توف این جدایی. آقای کارگردان یا گزارش پخش کن یا توف برسون، توفمون تموم شد. بله نوشته که من در حسرتم که چرا یه جون بیشتر ندارم که فدای رهبرم کنم. آقا 8 روز الان توی شهر ما، توی استان ما دارن نفس میکشن و عطر نفسهاشون، ما هم به عطر نفسهاشون عادت کردیم. خب الان نمیدونیم چیکار کنیم بعد با این دلتنگی بعد رفتن آقا. یعنی میخوام بگم فقط آقا جان نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست. سلام. من همینطور که جا نوشته آیم داگ، من نوشتم آیم داگ. من یه بسیجی سگجون هستم. خیلی خوشحالم که میتونم 7 جونم رو فدای آقا بکنم و که 10 روز آقا دارن اینجا نفس میکشن. حقیقت دیگه اینجا جا برای نفس کشیدن ما نیسته. آقا جان نفس ما گرفت، دل ما گرفت. ای کاش دل آدم مثل دماغش بود، همینجوری فیلم میکرد وا میشد. آیم داگ. امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را ول کردن. یعنی اول ول کردن بعد لهش کردن یا نه مثلا در همون حالی که داشتن ول میکردن لهش کردن؟ مثلا چجوری بوده؟ یعنی مثلا ول کردن له شده طرف اون زیر؟ من نفهم. اگه خبر موثق نیست خب من نگم. خب اصلا اون آقایی که زیر دست پا له شده نشون بده قبل از ول. اون آقایی که زیر دست پا له شد، این آقا قبل از ول کردن آقا له شده. شما ببینید، شما پخشش کن اصلا. سلام ای وارث خون شهیدان، حسین سرزمین بایزیدان. ببین حسن حسن را در حسین. جیغ نکن بچه دیگه. 20 سال مخمال خوردی. این شعر احمد بود آقا. عجب، این شعر ما رو قبلا گفت. نه بعدن گفتم. بالا من خودم نفهمیدم چی شد. گفتم بیاین استقبال شما، به خاطر یه لنگ مرغ لنگمون رو هوا کردن. احمد آقای عزیزی گل، فرصت خوبی است با خدا خلوت کنید. این فرصت از فرصت‌هایی است که کم پیش میاد. انشالله از این فرصت‌ها گیر شما هم بیاد. ما بیاین بیمارستان به ریش شما هر بخندیم. زن اون که قصیده رو بخون، شاید خرج بیمارستان در اومد. دریای نورش را ببین، موج ظهورش را ببین، آن ریش بورش را ببین، آن کیف پولش را ببین، منقل وافورش را ببین. اقدس عباشو بچست در نره تا چکو نداده در نره از اینجا. حکم پاسورش را ببین. ببین عزیز من، این خبر اول هنوز تعیین تکلیف نیست. خلاصه امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را لوله کردن. مقام عظما عجب داستانه. آقا خود مقام عظما لول هست، بعد شما هم لولش کردین. یعنی له شد بعد اومدین نوردش کردین لوله شده، یا لوله شده له شده، له اومده بالا له لورده شده. و اما در ادامه اخبار گزارشی داریم از حمایت دانشجویان بسیجی از جنبش وال استریت در آمریکا. حمایت دانشجویان تهرانی از جنبش ضد سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا. دانشجویان تهرانی با تجمع مقابل سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران سلطه طبقه 1% سرمایه‌داری بر اکثریت 99% ملت‌ها را محکوم کردند. بله، من به عنوان لیدر دانشجویان بسیجی حمایت خودم رو از این جنبش گسترده وال استریت ژورنال اعلام میکنم. این همون موضوع اختلاس دیگه ها.
که این نشون دهنده اینه که نظام سرمایه‌داری تش به ته خط رسیده. یعنی این نشون میده این اقتدار جمهوری اسلامیه. حالا کارخونه وال استریت ورشکست شده، اما ما تو ایران خودرو یه ماشین بسیجی ساختیم، حرکت میکنه تکبیر میگه، تصادف میکنه فاتحه رو میخونه. یعنی خب بگم این پیشرفته. ما الان دومین مصرف کننده مواد مخدر تو جهانیم که به حول قوه قلمی یه خوره که بگذره تا قهرمانی راهی نیست، میریم که کاپو بیاریم، یعنی اولی رو بگیریم. من خودم روی صحبتم با این بچهای وال استریت، بچهای لیبی، تونس، نتونس، عراق و قص الازالک. ضمن من از ملت همیشه در صحنه‌ام میخوام اگه این نوار غزه رو کیفیت بالا گیرشون اومد حتما برای ما بفرستن، ما هم گوش کنیم. تشکر میکنم. نوار غزه. بله. گوش کن. داد نزن سر من. من بالاخره نفهمیدم این خبر اصلا مشخص نیست. مقام عظمای ولایت ول شده، لوله شده، له شده. آقا همین بعد میگن چرا تلویزیون نظام مسخره میکنن. بابا جان چی؟ ولش. امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را ولوله کردند. ای خاک بر سرت کنن، خاک بر سرت کنن با این خبر دادنت. بیا این به فردا بهم پخش میکنن همین برنامه. و این بود مهمترین اخبار این ساعت. تو بیا تمام شد. بیا تو 2 تا بزن. تمام شد، اخبار تمام شد. قطعش کن. بیا اینجا.